تو اصلا یه پیتزا وقتی میذاریش توی مثلا فر دیگه راحت تر از این نمیتونم توضیح بدم، میاد یه خط روند اینجا میکشه، یه همچین چیزی. اینم حالا این مقدار چیزش میکنیم، این کوچولو اصلاحش میکنیم که مثلا به خط روند برخورد کرد. بچه‌ها میاد یه خط روند اینجا میکشه، یه خط روند دیگه هم میاد این بالا سرش میکشه. این چیزیه که اینجا میبینه. این نمودار قیمتیمون بود آبیه. قرمزم تحلیلیه که تحلیلگر تکنیکال روش زده. و این تحلیلگر تکنیکال اینجا میگه که آقا ما یه چی داریم میبینیم. میگه دوست عزیز من اینجا دارم میگه وقتی من الگوی کنج سعودی رو توی چارتم میبینم، بعدش منتظر ریزش هستم. یعنی از این قسمتی که قیمت اومده اینجا، یه تحلیلگر تکنیکال میگه من انتظار دارم از اینجا قیمت شروع کنه به ریزش و این شکلی بیاد پایین. این تحلیلیه که بچه‌ها یه تحلیلگر تکنیکال میکنه. قیمت اینجا قرار داره، از همینجا تشخیص میده. مثلا شما فرض کن اومده سهم و اینجا خریده، تو قیمت مثلا چقدر، بذارینم براتون بنویسم. تو قیمت بچه‌ها مثلا $2 اومده این سهمو خریده، قیمت به اینجا که رسیده الان شده $10. قیمت سهمش الان $10. یه عالمه سود کرده. یه تحلیلگر تکنیکال اینجا از معاملش خارج میشه، بر اساس این الگویی که اینجا داریم نه از معامله خارج میشه و میگه چون الگوی کنج سعودی دیدم، پس احتمال زیاد روند بازار ریزشی میشه، بنابراین از معامله‌ام خارج میشم، سهمی که خریدم و میفروشم تا اینکه ضرر نکنم و سودی که کردم و از دست ندم. حالا سوال بچا پیش میاد، به این کار نداریم که کنج سعودی چیه و چرا اینجا بازار ریزش کرده، اینا کار نداریم. اینجا من این سوال ازتون میپرسم که مفهوم تاریخ تکرار میشه و چه ربطی به این داره؟ خیلی بچه جالبه، این قسمت رو گوش کنید. کارشناسای هواشناسی بچه از کجا میتونن وضعیت هوا رو پیش بینی کنن؟ این سوال یه لحظه به خودتون فکر کنین. یه کارشناس هواشناسی که مثلا توی تلویزیون میاد شروع میکنه به گزارش دادن، یه سری پارامترایی رو توی اون صفحه نمایش‌های بزرگ و خفنی که مثلا دارن و نمیدونم ابرا رو میبینن و اینا، یه سری پارامترای داخل اونا هست. نمیدونم میاد مثلا یه سری داده ها نوشته، نمیدونم دما مثلا چه میدونم تو ارتفاع فلان 20 درجه است، مثلا چه میدونم تو ارتفاع فلان 20 درجه است، درصد رطوبت مثلا 4 درجه است، یا چه میدونم حجم گسستگی هوا، مثلا این چیز از خودم دارم میگم، مثلا نمیدونم هواشناسی چی به چیه، مثلا فلان درجه است. یه سری پارامترها میاد اینجا مینویسه، بعد بر اساس اون پارامترها میاد به شما توضیح میده توی اون برنامه‌ای که داره مثلا کارشناسی میکنه، میاد به شما میگه که آقا به احتمال زیاد ما روز مثلا دوشنبه و سه شنبه در مثلا هفته آتی روزی پرباران رو خواهیم داشت، یا روزی با بارش برف خواهیم داشت، یا مثلا روزی داریم بدون بارش. اینو بچه از کجا میفهمه؟ از کجا میفهمه که توی آسمون تقریبا همیشه مواقع ابر هست دیگه؟ اینو از کجا میفهمه که اون ابری که هنوز اصلا تو آسمون ما نیومده، از کجا میفهمه که اون ابر قرار بارش داشته باشه؟ یا اینو از کجا میفهمه که اون بارشش یه بارش ملوه، مثلا خیلی نرم همینجوری عاشقانه میخواد بباره، پاییزی میخواد بباره، یا اینکه نه از اون بارونای وحشی مثلا دم عید و نمیدونم بهاری و ایناست که میخواد سیل بزنه و کلا همه مردم به چخ بده؟ اینا از کجا میفهمن؟ بچه‌ها یه تحلیلگر و یه کارشناس هواشناسی اون نتیجه‌ای که در نهایت تحویل شما میده که مثلا هوا قرار سیلابی باشه، بر اساس تاریخ میاد به شما میگه. تاریخ یعنی چی؟ ما دقیقاً همین اتفاق رو توی تحلیل تکنیکال هم داریم بچه‌ها. اینجا من یه مثال براتون زدم، یه چیزی گفتم تحت عنوان کنج سعودی و ریزشی که بعد از کنج سعودی اتفاق میفته. ما در زمانهای قدیم بچه‌ها، این که میگم تاریخ تکرار میشود، توی کتاب جان مورفی خیلی تیتروار راجع به این تاریخ تکرار میشود گفته. این که میگم خودتون اگه صفر باشین و این کتاب بخونین ازش متوجه چیزی نمیشین آنچنان، دقیقاً به خاطر همینه، چون وقتی با مثال براتون توضیح داده میشه خیلی بهتر میتونید درکش بکنید. یه مثال من براتون اینجا کشیدم. بچه‌ها ما یه چیزی داریم توی تحلیل تکنیکال تحت عنوان کنج سعودی. الگوی خیلی ساده رو دارم براتون مثال میزنم، حالا تا دلتون بخواد از اینجور چیزا بعداً جلوتر بریم بیشتر خواهیم داشت. یه الگوی خیلی ساده میگیم ما شماره 1 اگر روند قیمتی سعودی بود، این شرط اولش، اگر روند و چارت سعودی بود. خب من یه مقدار اینجا ریز نوشتم، حواسم نبود. اگر روند و چارت، یعنی در واقع چه قیمتمون سعودی بود، شرط اولمون اینه. شرط شماره 2 چیه؟ میگه اگر قیمت دچار فشرده سازی شد، این شرط دوممونه. شرط سوم میگه اگر قیمت دچار کاهش قدرت شد. این کاهش قدرت بچه یعنی چی؟
کاهش قدرت یعنی اینکه این اول خیلی وحشی داشته حرکت میکرده، یهو این همه مثلا صعود کرده اومده بالا، این همه باز دوباره صعود کرده، حرکات خیلی بزرگ انجام داده، بعد به اینجا که رسیده، به این بالاها که رسیده، اینجا دیگه جونش داره از دست میره بچه‌ها کم کم. یعنی ببینید اینجا مثلا ما روند اون شکلی خیلی یهویی اومده بالا، این میگیم کاملا خب روند صعودیه دیگه، بعد جونش کم شده، تو حرکات بعدی همچنان روندش صعودیه ها، ولی جونش کم شده بچه‌ها، دیگه کم کم اینجا شروع میکنه به بازی کردن. تو این جور مواقع میگیم قدرت روندمون، قدرت قیمتمون میگیم کم شد. حالا جلوتر راجعش صحبت میکنیم، اونجا باز یه مقدار تخصصی‌تر حرف میزنیم، میگیم که قدرت بایرها اصطلاحاً اینجا کم شده. پس ما 3 تا شرط داریم مثلا، حالا خیلی در اصلش نمیخوام راجع به کنج صعودی توضیح آنچنانی بدم، خیلی مختصر. 3 تا شرط داریم. اگر روند چارت صعودی بود، شرط شماره 1. شرط شماره 2، اگر قیمت دچار فشرده سازی شد. شرط شماره 3، اگر قیمت دچار کاهش قدرت شد، یعنی شل شد دیگه، نمودار اونجوری وحشی مثلا حرکت نمیکنه، خیلی ملو و آروم داره حرکت میکنه، میگیم در این صورت چی تشکیل میشه؟ چنین شرایطی الگوی کنج صعودی تشکیل شده. خب بچه ها میگیم در این اگر این 3 تا شرط درست انجام شد، الگوی صعودی تشکیل شده. و اگر الگوی صعودی تشکیل شد، بذار با همین رنگ مشکی آبی براتون بنویسم قاطی نکنید. اگر الگوی صعودی، الگوی کنج صعودی تشکیل شد، در اون صورت به احتمال زیاد چه اتفاقی میفته؟ ریزش. آقا دقت کنید، خیلی قشنگه ها، واقعا خیلی جذابه. ریزش اتفاق میفته. پس چی شد الان؟ یه پروسه اینجا داشتیم. مرحله اول 3 تا شرط داریم. اگر این شرط ها انجام شد، میگیم الگوی کنج صعودی تشکیل شده. و اگر کنج صعودی تشکیل بشه، در اون صورت میگیم احتمال زیاد بعدش ریزش قیمت رو خواهیم داشت. بچه‌ها مفهوم تاریخ تکرار میشود اینجا خیلی قشنگ الان براتون میخوام توضیح بدم. اینو از کجا فهمیدیم بچه‌ها؟ این وضعیت و این شرط ها از کجا اومده؟ کی اینا رو گذاشته؟ این شرط ها مثلا قانون چیه؟ از کجا اومده؟ بر چه اساس داریم همچین شرطی میذاریم؟ یا مثلا الگوی کنج صعودی از کجا اومده؟ بچه‌ها در زمانهای گذشته، خیلی وقت پیشا، مثلا 50 سال 100 سال پیش مثلا، یا خیلی حتی قبلتر از اون، ما وقتی که یه نمودار قیمتی می داشتیم، اون زمان قیمت مثلا الان نبوده قیمت بیت کوین باشه دیگه، خیلی زمانه قبلتر مثلا قیمت اسب بوده. خب شما فرض کن قیمت اسب اینجا، حالا اسب خوب نیست، بذار راجع مثلا غذا صحبت کنیم. قیمت برنج یا گندم میگم چون تو مقاطع مختلف سال مثلا شرایطش متفاوته دیگه، بستگی بارندگی و اینطور چیزا. این مثلا بچه چارت قیمتی گندم بوده. خب از همون زمانا کلا تحلیل بوده، مثلا داستان تحلیل وجود داشته. برای همین میگیم که تحلیل تکنیک، کلا یاد گرفتن تحلیل مفاهیم اقتصادی خیلی مهمه. این چارت گندم بوده بچه. خب چارت گندم قیمتش بوده $2 مثلا گرمی، بعد قیمتش اومده شده مثلا $6، به این حد رسیده، اینجا شده $6، بعد قیمتش اومده پایین، اینجا رسیده مثلا $3، باز دوباره رفته بالا شده $8 اومده پایین شده $5 مثلا اومده بالا، باز دوباره شده نزدیک $10 اومده پایین، باز دوباره رفته به $10. بچه‌ها وقتی که چنین شرایطی اتفاق افتاده، یه عده آدمی که مقدار زرنگ‌تر بودن و سرشون بیشتر تو حساب کتاب بوده، اومدن گفتن آقا وقتی مثلا فلانی با رفیقش اومده گفته فلانی دقت کردی وقتی قیمت این شکلی میشه، میاد این بالا فشرده میشه، بعدش ریزش پیدا میکنه؟ یعنی اینو بر اساس چی داریم میگیم؟ بر اساس تاریخ داریم میگیم. 100 سال پیش هر موقع بچه‌ها، 100 سال پیش هر زمان که این شرایط توی بازار اتفاق میافتاده، روند چارت صعودی میشده، قیمت دچار فشرده سازی میشده و قیمت دچار کاهش قدرت میشده، بعدش ریزش رو داشتیم. این میشه تاریخ تکرار میشود. بعدن یه دو اومدن به نتیجه رسیدن، گفتن ما بیایم برای این یه الگو انتخاب یه اسم انتخاب بکنیم. گفتن این الگو، پس هر زمان که میان به خودشون شرط میذارن، میگه هر زمان که یه چنین اتفاقاتی توی قیمت افتاد، بعدش ما به احتمال زیاد انتظار ریزش داریم. خیلی وقت پیش این اتفاق افتاده، 50 سال 100 سال 200 سال پیش مثلا این اتفاق افتاده و همین الان هم بر اساس اینا ما داریم کار میکنیم. پس الان هم که ما داریم روی مثلا چارت بیت کوین داریم ترید میکنیم، داریم معامله باز میکنیم، هر زمان که دیدیم همین اتفاقات، هر زمان که دیدیم این اتفاقات داره توی چارت بیت کوین میفته، اون موقع خودمون هم میتونیم متوجه به این بشیم که منتظر یه ریزش از بیت کوین باشیم. هرچند که خیلیا مثلا اینجور الگوها و نمیدونم اینطور چیزا رو قبول ندارم، من خودم هم خیلی مثلا با اینا کار نمیکنم، ولی به هر حال یکی از چیزایی که تو بازار هست. اینو مهمه بچه‌ها شما بفهمید، تاریخ تکرار میشود.
یعنی این یه مثال دیگه براتون بزنم. بچه‌ها ما یه مفهومی داریم تحت عنوان ساپورت اند رسیستنت، مقاومت و حمایت. تو ویدیوهای بعدی مفصل‌تر راجعش صحبت می‌کنیم. ما اینجا بچه‌ها یه خط حمایت داریم اصطلاحاً. خب آقا تو این نموداری که ما داریم اینجا میشه یه خط حمایتی. خب اینجا برای ما یه خط حمایتی هست دیگه. حالا اصلا به مفهوم حمایت کار نداشته باشین که حمایت چیه. در گذشته‌ها سالهای دور هر موقع که قیمت به خط حمایت میرسیده، به ناحیه حمایتی میرسیده، شروع به افزایش میکرده. یعنی مثلا تو قیمت نمیدونم گندم و برنج و نون و گوشت و اینطور چیزا که حالا مثلا سهام شرکت‌های کشتیرانی و نمیدونم هواپیمارانی که اون زمان هواپیما که نبوده اون زمان، راهن و شرکت‌های مربوط به فلزات و اینطور چیزا قیمتاش مثلا قیمت آهن و این شکلی مشخص می‌کردن. هر موقعی که بچه‌ها به یه ناحیه حمایتی مثلا میرسیده که حالا بعداً راجع به حمایت صحبت می‌کنیم، قیمت از همینجا شروع به افزایش می‌کرد. این برای ما یه چیز شرطیه، چون قبلا همین اتفاق افتاده. به خودمون میگیم آقا هر موقع که توی تاریخ اینو گفته، هر زمان که قیمت به خط حمایت رسیده بعدش شروع به افزایش کرده. حالا یه سری شرایط و جزئیات داره، راجع به اونها بعدها صحبت می‌کنیم. یا هر زمان که الگوی کنج نزولی پیدا که توی مثلا چارت دیدیم، بعدش ریزش داشتیم توی چارت. این یه چیزیه که ما بر اساس گذشته داریم میگیم بچه‌ها. این خیلی توضیحش راحته. یا هر زمانی که اینم مثلا هست، هر زمانی که دیدیم آقا یه خط روند صعودی داشتیم، معمولا قیمت به اون خط روند صعودی واکنش نشون داده و در حین برخورد به اون خط روند بعد، یعنی در واقع بهتر اینجوری بگم، بعد از برخورد به خط روند شروع به افزایش قیمت کرده. این به راحتی بچه‌ها میشه چی؟ میشه گذشته. توی کارشناسای مثلا هواشناسی و نمیدونم اینطور چیزا هم، یا مثلا حتی توی علم پزشکی، تو هر چیزی بچه‌ها کلا کارشناسی، اکثر کارهایی که ما انجام میدیم بر اساس چیه؟ بر اساس گذشته است. مباحث و بچهای رشته کامپیوتر مثلا خیلی بیشتر باش روبرو شدن توی هوش مصنوعی و درسای هوش مصنوعیشون و اینطور چیزا. مثلا میاد میگه که پزشکای الان میان میگن آقا اون زمانایی که خیلی علم پزشکی مثلا آنچنان پیشرفت نکرده، وقتی پزشکا میدیدن که یه بیماری هست، قند خونش بالاست، فشار خونش هم بالاست، ضربان قلبش هم نامنظمه، در عین حال بیمار خیلی لاغری هم هست ولی مثلا پرخوراکه، این شرایط رو وقتی همزمان با هم دیگه میدیدن، به این نتیجه میرسیدن که مثال دارم میزنم، این بیمار مثلا سرطان معده داره به فرض مثال. یا مثلا برعکسش میدیدن آقا اگه یه بیماری اومد که این پوستش خیلی روشنه، مثلا یه حالت خاصی، مثلا حالت کدر مانند و کبود ماننده، در این حال خیلی آدم بیحالیه، در این حال خیلی هم مثلا زیاد میخوابه، به این نتیجه رسیدن معمولا آدمایی که این سه تا ویژگی رو همزمان با هم دیگه داشتن احتمال زیاد دچار کمبود آهنن تو بدنشون. پس راهکارشون چیه؟ میگن آقا هر موقع کسی به این شرایط رسید باید فلان قرص آهن رو مصرف کنه. ما هم توی وضعیت بازار بچه دقیقاً همین کار انجام میدیم. این کلا یه چیزیه که توی همه چیز همین شکلی، اصلا خیلی راحت قضیه، واقعا نیاز نیست پیچیده‌اش کنیم. آقا تو اصلا یه پیتزا وقتی میذاریش توی مثلا فر، دیگه راحت تر از این نمیتونم توضیح بدم. یه پیتزا رو وقتی میذاری توی فر، خب اولش اون پنیر پیتزاشو همه چیزش سفیده دیگه، رنگش کلا فرق میکنه. یک بار دو بار مثلا درست میکنی پیتزا رو، میبینی پیتزا میسوزه، چند بار اول شکست میخوری، میبینی پیتزا یا میسوزه یا نپخته درست حسابی یا مثلا خمیر شده، یه مشکلی داره. تو 5 بار 10 بار 15 بار این کارو انجام میدی، در نهایت به این نتیجه میرسی که مثلا هر موقع سطح پیتزا یه مقدار سرخ‌تر شد، اون موقع یعنی احتمال زیاد پیتزا یه مقدار مثلا رنگ قرمز گرفت، این پیتزا پخته. یا مثلا بر اساس زمان هم تو میتونی نتیجه گیریایی برای خود داشته باشی. میتونی به این نتیجه برسی که هر موقع من معمولاً هر موقع که پیتزا رو گذاشتم تو فر و 15 دقیقه ازش زمان گذشته، بعد 15 دقیقه پیتزا خیلی خوشمزه‌ای تونستم بخورم. و اگه مثلا 15 دقیقه گذشته شده 30 دقیقه، اون موقع پیتزا سوخته. به همین راحتی شما میتونید نتیجه بگیری. ما اولا تو بازار دقیقاً داریم همین کارو انجام میدیم. میگیم آقا هر موقع قیمت اومد این شرایط براش پیش اومد، روند چارت سعودی بود، قیمت چارت فشرده سازی شد، قیمت دچار کاهش قدرت شد، هر موقع این اتفاقات افتاده یعنی الگوی کنج نزولی اتفاق افتاد. این دقیقاً مثلا قضیه پزشکیه. هر موقع اون مثلا چند تا شرایط دیدن، فلان مثلا اتفاق توی بدن بیماره انگار افتاده، میتونیم این شکلی بگیم. و بعدش هم یه ریزش رو داشتیم. هرچند که بچه‌ها یه نکته رو خواهشاً بچه‌ها بهتون بگم، من تمام تلاشم اینه که این کار رو واقعا انجام بدم تو این دوره آموزشی، تو این پیجای آموزش ترید و نمیدونم جاهای مختلفی که من تریدر مثلا میبینم، هر جا طرف حتی خیلی وقت داره کار میکنه، 2-3 سال مثلا داره تو بازار مالی کار میکنه و الان بعد 2-3 سال کار کرده یا حتی بیشتر 2-3 سال 4 سال 5 سال داره کار میکنه و 2 تا 3 تا مثلا سبک تحلیلی هم بلده. یعنی میبینی طرف میگه آقا من دارم RTM کار میکنم، در کنارش مثلا پرایس اکشن هم بلدم، ولی
بچه‌ها منطق هیچ کدوم از اینا رو نمیفهمه. وقتی بهش میگه آقا تاریخ تکرار میشه اینو نمیدونه. میگه یعنی چی تاریخ تکرار میشود؟ یعنی منطق این قضیه رو نمیدونه که این تاریخ تکرار میشه یعنی چی. شما اگه ازش بپرسی مثلا تحلیل تکنیکال دقیقاً یعنی چی، نمیتونه، واقعا نمیتونه توضیح بده ها. خیلی‌ها اینجوریان و این چیزیه که متاسفانه توی دوره‌های همه دوره‌های آموزشی که من دیدم هیچ کدوم راجع به این قضیه هیچ کدومشون صحبت نکردن. حتی خیلی کم، ولی این شکلی مثلا تا این حد کامل صحبت نکردن. چیزایی که بعد لازم بود دونستنش، بچه این خیلی مهمه که بازار درک بکنید. صرف این که فقط شما یه الگو ببینی کاری بخوای انجام بدی این مهم نیست. باید بازار رو درک بکنید. گذشته تکرار میشه، تاریخ تکرار میشه، یعنی چی؟ شما که الان یاد میگیری 4 روز دیگه یه نفر دیگه اگه ازت اومد سوال کرد، این سوالو باید بتونی خیلی قشنگ جواب بدی. باید چند تا مثال براش بزنی. علم پزشکی مثلا اینجوری بوده، یا مثلا هر زمان دیدن قیمت گذاری در گذشته، دیدن قیمت فلان جنس این شکلی شده، این اتفاق براش افتاده، فلان اتفاق افتاده. اینا رو باید متوجه بشید. علاوه بر همه این موضوعات به این قضیه هم باز کار داریم. به چی؟ این که جدای از گذشته وقتی قیمت این اتفاق براش بیفته چرا ریزش میکنه. من حتی منطق اینم بچه‌ها براتون توضیح میدم. حتی منطق این رو هم براتون توضیح میدم. این چیزیه که تحت عنوان این چیزیه که بچه‌ها واقعا تو دوره‌های مثلا دوره آموزشی خیلی مبسوط راجعش توضیح میدم و شما 1-2 سال بعد از اون دوره همچنان کار میکنید تا خودت میتونی به این نتایج برسی. من همین الان همه اینا رو الان که تو این ویدیو نه، تو ویدیوهای بعدی حتی راجع به اینا هم کامل براتون توضیح میدم که یه صعود این شکلی که اتفاق میفته بعدش ریزش چرا. صرف این که فقط همونم که بچه‌ها زمانهای گذشته این اتفاقات میافتاده، بعد صعود ریزش اتفاق میافتاده، اونم دلیل داشته. خب یه دلیلی پشتش بوده. مثلا قیمت نمیدونم آهن میرفته به $10، چی باعث میشده که از اون $10 برگرده؟ حتی ما راجع به اینا هم مفصل صحبت میکنیم. دلیل همه چیز و هر اتفاقی که تو بازار میفته کاملا دلیل همه چیزو من براتون مطمئن بشید توضیح میدم. خب آقا پس راجع به این پارامتر نمیدونم تاریخ تکرار میشه اینا بیشتر از این توضیح نمیدم. همین ویدیو هم خیلی طولانی شد، احتمالاً 2-3 جلسه از توش در بیاد. یعنی تو تدوین فکر میکنم 2-3 تا ویدیو براش درست بکنم و توی ویدیو بعدی هم میریم راجع به موضوعات دیگه تحلیل تکنیکال صحبت میکنیم. یه مقدار موضوع بعدی هم یه چند تا انتقادی که کلا در سطح جهانی به تحلیل تکنیکال وارد هست که اونا هم خیلی مهمه، راجع به مفاهیم عرضه و تقاضا و اینا یه مختصر توضیحی، یه گریزی به اونا میزنیم و حرفای خیلی مهمی داریم توی ویدیو بعدی. در این حال که مقدماتی مطمئنم یه سری خیلی مطالب توش هست که قطعا احتمال زیاد حتی اگه دوره دیگه تا حالا دیده باشین اونا رو احتمالاً راجبشون اطلاعات ندارین که من حتی راجب اونا هم براتون توضیحات مفصلی میدیم. یه سری چیزای خیلی مهم راجبشون صحبت میکنیم. ویدیوهای بعدی رو هم حتما تماشا بکنید. دیگه الان این ویدیو خیلی طولانی شد دیگه، من دارم فکر میکنم چیز دیگه هم تو این بحث امروز دیگه فکر میکنم لازم نیست. خب در نهایت یه تشکر از خودتون بکنین. دم خودتون گرم که نشستین پایین این ویدیو. یه تشکر از خودت، یه تشکر از مغزت و یه تشکر از قلبت بکن که وقت گذاشتی، حوصله گذاشتی و این ویدیوها رو تماشا کردی و از همه مهمتر که الان اینجایی تو این چنلی این ویدیوها رو داری تماشا میکنی. میتونستی الان بری 4 تا ویدیوی نمیدونم فان مثلا چه میدونم چالشای این شکلی شورت چای بریز و نمیدونم یخ تو آستینت بریز و فلان کن، میتونستی بری الان از اینجور چیزایی، حالا نمیگیم چرت و پرت، میتونستی بری یه چیزای این شکلی ببینی. همین که الان اومدی داری این مطالب یاد میگیری و این مسیر رو برای خودت انتخاب کردی. من بشینم، به خدا خسته شدم اونقدر وایستادم، امیدوارم فوکس دوربین درست باشه. و همین که الان اومدی اینجا این ویدیوها رو داری تماشا میکنی یعنی اینکه برای آیندهت ارزش قائلی و هدف داری دیگه. دمت گرم، دم خودت گرم که داری برای آیندهت، برای زندگیت، برای اهدافت داری وقت میذاری و تلاش میکنی و ارزش قائل میشی. و هر سوالی هم که بچه‌ها دارید توی کامنت ها بنویسید، من کامنت ها رو 100% جواب میدم. حالا الان که آنچنان مخاطبی نداریم تو چنل، حتی یه زمانی تعداد کامنت ها خیلی زیادم که بشه بازم کامل جواب میدم. سوال هر چیزی که دارین، اگه سوال چیزی باشه مثلا داخل کامنت ها بهتون جواب میدم. اگه مفصل‌تر و سخت‌تر و مهمتر باشه تو ویدیوهای بعدی حتما راجع به اون سوالتون رو بیان میکنم. قطعا سوالات دیگران هم ممکنه باشه، کاملا جواب میدم. سوال هر چیزی که داشتید بپرسید، من کامل و دیگه همین دیگه کامل براتون توضیح میدم. همین دیگه، مراقب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی. امیدوارم که هم من زنده و سلامت باشم، حالم خوب باشه، هم شما. حتی بهتر بود اول از شما این دعا رو میکردم. حالتون خوب باشه که بتونید این ویدیوها رو تماشا کنید و در مسیر اهدافتون و آرزوهاتون قدم بردارید. دمتون گرم بچه‌ها، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.